رسد تو رو یاد کنم، امداد تو را خواهم و فریاد کنم، امداد تو را خواهم و فریاد کنم. از بیت دلم خبر نداری هیهات، پس بیت خود از بحری که ایجاد کنم. زمن دوری چرا ای یاری جانی، غم و دردی مرا دانی ندانی. زمن دوری چرا ای یاری جانی، غم و دردی مرا دانی ندانی. هرگاه چمنی کوی تو رو یاد کنم، صد آه و فغان از دلی نشاد کنم، صد آه و فغان از دلی نشاد کنم. دور از گلی روی تو چنانم که دیگر بلبل شبم و هزار فریاد کنم. زمن دوری چرا ای یاری جانی، غم و دردی مرا دانی ندانی. زمن دوری چرا ای یاری جانی، غم و دردی مرا دانی ندانی. یادی تو کنم دلم شرر میریزد، ترکی تو کنم لختی جگر میریزد، ترکی تو کنم لختی جگر میریزد. تا آخری عمر اگر تو باشی با من، بر کاسه آبی من شکر میریزد. زمن دوری چرا ای یاری جانی، غم و دردی مرا دانی ندانی. زمن دوری چرا ای یاری جانی، غم و دردی مرا دانی ندانی. زمن دوری چرا ای یاری جانی، غم و دردی مرا دانی ندانی. درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. آمدیم که تا یک دیداری شاد و خوب داشته باشیم. در مهمانی امروزه برنامه فضا هنرمند محبوب آوازخوانی انسمبل چمن فیلارمونی دعوتی تاجیکستان نوربیبی جورای و حضور دارند با گروه مطربان که امروز به برنامه ما حصه دیگر خواهند بخشید. من درود میگم به شما را خوش آمدید میگم به برنامه فضا و با یک ترانه زیبا برنامه ما را آغاز بخشید. اگر درود پیام به بیننده تلویزیونی صفیه داشته باشید، دستگاه های نوار برداری ما در اختیار شماست. بفرمایید. تشکر زیاد فرقت جان. امروز که در این برنامه خیلی زیبا، خیلی جالب، خیلی که میگویند صنعتکاران با مخلص با بینندگان تلویزیون سفینه که روبرو زنده خانه هست در این برنامه دعوت نمودید. تشکر زیاد میگویم. خوش آمدید. و شما در یک محیط به دنیا آمدید و در جای بوای رسیدید که از همه طرف شما را دستگیری میکردن، خاصتا محیط عائلوی که پدر و مادر برای صنعتکار شدن شما سهم گذاشتن، یعنی از خردی در دل شما مهر صنعت را جا نمودن. خب همون دایره‌چه خورده که پدرتون به شما تحفه کرده در یادتون از فرقت جان. خوب دیگر سلامت باشید. البته که من چندین برنامه بودم هم خیلی گفتگی بودم که در عائله ما خیلی صنعت رو دوست می‌دارن و هم ما که هنوز همون دایره‌چه هست با شما؟ هست و دایره‌چه بهترین دایره‌چه و قدر میکنیم خانم. پدر و مادر ما خیلی دوست می‌داشتن. هر یک فرزندشون که به هر یک ساحه به هر یک دانشگاه که میخواستن، پدر من مانعی نداشت. هر یک تای ما در همون ساحه‌ای که خواستگی من خواندیم، تعلیم گرفتیم، علم گرفتیم. من امروز باز بله شما در دانشکده دعوتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان شما در شعبه رژیسور داخل شدید. همش بر شما عیان نظر فرقت. سلامت باشید. البته که من شعبه کارگردانی ختم نمودم،
یکی آوازخوانی که در دل من بود خیلی که میگوین صنعت این همش صنعت است. برای همین هم من در آوازخوانی در این انسامبل در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به کار اومدم تا حاضر کار کردم. ولی شما یکی از صادق‌ترین کارمندان همین انسامبل چمن هستید. قبلا این انسامبل دایره نوازان بود بله؟ نه انسامبل بانوان ربابی بود. البته برای اینجا ما میدونی فرقه جان وقتی کار میکردیم در اینجا 40 نفر دختر بود. یک 25 یا 30 نفر رقص دختران بود. وقتی که هر وقت که ما رپتیسیون میکردیم مشق میکردیم با همراهی دخترانی رقصه ها این صحنه هم خیلی پر میشد. هر وقتی که به کنسرت ها میرفتیم به گاسترول ها میرفتیم میدونید چه صحنه پر میشد. چه که 40 نفر دختر شتگی باشد گویا که در اونجا یک کس خونده استادگی باشد. یک دستگو هم خیلی برآمد ها میکردیم. کدام سال به انسامبل چمن کار رفتید؟ من از سال 1986 به کار آمدم. محیط چگونه بود؟ کی بود اون وقت راهبر و اون وقت ما با راهبر هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان مجنون برات راهبری انسامبل بانوان چمن. از این پیش باز راهبرا کار کردگی هستند. از این پیش باز 2 نسل دیگر از ما پیش کار کردگی هستند. این انسامبل اگر حاضر فرقه جان حساب کرده برایم 85 سالگیش این انسامبل. بله خیلی معروف. بله آخرم یک زمان انسامبل چمن اونقدر مثلا برنامه‌های خیلی جالب داشت، اونقدر ترانه‌های جذاب و دلنشین داشت که فکر می‌کنم از تمام کشور مخلصانش بودن و هنرمندان خیلی محبوب نیست محض از مکتب همین انسامبل مثلا تربیت یافتند و امروز مثلا به تنهایی همچون یک فرد الهیده هنری الکی شناخته هستند و دل مخلصان را شاد میکنند. و شما نیز یکی از همین گونه هنرمندانی هستید که ولی صادق موندید. بود پیشنهاد کردی مثلا جای دیگر روید و اون من چرا اینقدر اینجا بدونید خرد بودیم خیلی که در آغاز صحبتتون گپ زدید پدر و مادری من که دوست می داشتن بعد پدرم میگفتن که چی به دکتر نمیشه؟ مرا میگفتن. من گفتم نه دادا جان من آوازخوان میشم من صنعتکار میشم. البته که همین صنعتکارم خیلی که طبیب که با یک سوزنداری اگر همین معالجه کنن ما هم با یک سرود نه با یک سرود دلنشین ما هم با فکرم معالجه میکنیم. من خیلی فکر میکنم میخوام که هر یک سرودی که در دل مخلص که نشینه ما هم خرسند هستیم. سوالی من این بود که اینقدر پایبندی و اینقدر فداکاری به انسامبل چمن فرقه جان اگر همین کسبتون رو دوست دارید کسبتون رو حرمت کنید میدونید خیلی که در عرفیت میگویند همین درخت از یک جا سبز میگیرن از یک جا ریشه میگیرن. من هم همین خیلی فکر میکنم پدر و مادر من هم خیلی تربیت کردگی هستن. هر جا که دویدی او درخت هر جا که برده شینوندی قاق میشود. من هم در همینجا که آمدم با این قدر که موسیقیچی ها که کار کردم من با استادان بزرگ کار کردم. استاد ظفر ناظم سرکرده که من شاگرد این استاد بزرگ هستم من همینجا کار کردم. خدا به شکر. از استاد ظفر ناظم یاد آوردید مناسبتشان چی بود؟ یک کم سختگیر بودن نه؟ بله این سختگیرشون همه میدونن. بله ما فرزندای همین استاد ظفر ناظم هستیم. بله و استاد ظفر ناظم برای یک نسل هنرمندان ما خیلی حق بزرگ دارن. البته یک نسل بزرگی هنرمندان رو اونقدر خوب تربیت کردن که تا هنوز هر یکی آنها یک شخصیت یک فرد هنری موفق گردن امروز در جمهوری که الکی اسمی آنها هنری آنها برای همگان معلوم است. ولی ببینید یک چیزی دیگر بود استاد ظفر ناظم که یک شخصی صاحب مکتب بودن ولی باز هنرمندان رو روی کار آوردن که آنها نیز صاحب مکتب شدند. البته استاد ظفر ناظم یک مکتب بزرگی داشتن. حاضر چه فرقه جان گفتید که سختگیر بودن. سختگیری یعنی پدر بزرگوار ما اون کس پدر بزرگوار میگفتیم وقتی که سختگیر میشوند همین در عائله هم پدر کمتر سختگیر مادر سختگیر باشه همون فرزند به یک راه راست به یک قله‌های بلند زندگی میرسد. استاد ظفر ناظم همراه ما البته سختگیر بودن. سختگیر در اون درجه که بود که از همین برای کار برای لباس پوشی میگفتن
بچه جانان دختر جان ایلی فقط لباسهای ملی از همون وقت با دعای همون کس با گفتای همون کس در کجا کار کردید باشن؟ در فیلارمونی همراهشون. بله اونجا که در انسمبل گنجینه راهبر بودن ولی که اون کس فکر راهبر میکنم که بودن. برای همه اونجا دستشان میرسید به همه بله توصیه بله میدادن. بعد که انسمبل گنجینم دیگر کس راهبرم شده باشن استاد ظفرنازیم ما با راهبری بدیهی کار کردن. بله. چندین سال خیلی تو حیات پدر گفتنشون همراهشون بوده. بله. هر وقت سحری میدارم در اتاق کاریش اول دعا میگرفتیم بعد به کار در اتاقهای خودمون میرفتیم. بله تشکر زیاد. باز چی سلامت دستاویز باشید. آورده دیدیم امروز؟ ما امروز یک 4 سرود آوردگی هستیم خب. به هر تمام بینندگان این چی تلویزیون ترانه سفینه. سرود کبوتر. خب مال کی است؟ آهنگ کی است؟ میدونید این سرود شادروان جمعه ایسایف خواندگی خب. هستند. این سرود من در برنامه کنسرتیم خواندم. میخواستم که استاد این سرود رو میشنیدن لیکن افسوس که این سرود رو با دست خودشون به من تقدیم کرده بودن لیکن افسوس که نشد. خب مرحمت. کبوتری بومی تویم مزن بسنگم مرو زی پیش من یاری قشنگم کبوتری بومی تویم مزن بسنگم مرو زی پیش من یاری قشنگم تو یاری زیبای منی اختری شبهای منی دولت و دنیای منی قربانی چشمت تو مرنجان تو یاری زیبای منی اختری شبهای منی دولت و دنیای منی قربانی چشمت تو مرنجان قربانی چشمت تو مرنجان جان در کنارم مرا کتاب و طاقتی تو رو ندارم مرا بیا جان در کنارم مرا کتاب و طاقتی تو رو ندارم تو یاری زیبای منی اختری شبهای منی دولت و دنیای منی قربانی چشمت تو مرنجان تو یاری زیبای منی اختری شبهای منی دولت و دنیای منی قربانی چشمت تو مرنجان قربانی چشمت تو مرنجان چرا از بری من قصدی رمیده از بری الفت به دلم باری رسیده دوری چرا از بری من قصدی رمیده از بری الفت به دلم باری رسیده تو یاری زیبای منی اختری شبهای منی دولت و دنیای منی قربانی چشمت تو مرنجان تو یاری زیبای منی اختری شبهای منی دولت و دنیای منی قربانی چشمت تو مرنجان قربانی چشمت تو مرنجان قربانی چشمت تو مرنجان
دوستان عزیز، ادامه برنامه فضا است. یادآور میشیم که مهمون برنامه ما آوازخوان محبوب نوربیبی جورایو هستند، آوازخوان انسامبل چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستان که به برنامه ما تشریف آوردند با همین نوازنده های زیبا و چیره‌دست. بار دیگر شما را خوش آمدید بگویم به برنامه فضا. عموما زندگی و کار و پیکار هر یک هنرمند برای مردم، من برای مخلصانش جالب است. خب روزگار شما چه شروع می شود؟ هر روز از کی شما روزتون را آغاز میکنید؟ عموما با چی کار آغاز میکنید و عموما کارهای روزمره شما چگونه است؟ مادر چه خیلی از باگوی که همین میخیزه اول یک پیاله چای فرزند رو سحر کتی که تیار میکند به مکتب روی میکند. بعد از اون با من همین خوراک نصف روزم چخیل میگم سر در صبح آغاز میکنی؟ البته تیار میکنم که برای آنکه کار میروم. باز در پیشین که میبیم باید فرزندای من با خوراک گرم تامین باشه. اونهایی هم که خود درس میروند انا خیلی آغاز میکنم، باز کار میبیم، کار میکنیم. بعد از کار که گفته نمیشه من حکای نجوین در اینجا نشستن یگون کنسرت یگون اگر تمرین ها زیاد باشد فکر کنم تا شام و شام زیادتر از وقت نصف شب در کار است. و واقعا برای زن عموما برای مادر که مسئولیت بسیار دارد، یعنی از یک طرف تربیت فرزند و کارهای خانه و عموما بعد کار ایجادی، این همه مثلا این همه بار، این همه گرمی وزنین است. من فکر میکنم فرقه جان اگر همین چخیل که من در بالا گفته گذاشتم کسبت رو دوست داری مهنت کنی وزنی نیست. مهنت کنی من خود امروز راحتش رو میبینی. بله. منم خیلی فکر میکنم وقت ساعت که کارت رو کردی فرزند رو نگاه میکنی و کار ایجادی خلل نمیرساند. من تربیت فرزند و کارهای خانه و من میدونم بسیارتر یکی همین شب با یگون موسیقی می یگون چیز اگر یکی همین خیلی میبیاید که یکی زمزمه میکنی. در وقت کار خانه چی تر رو نمیخونید؟ همین مادر سر دیگ و نه اینکه صنعتکار تمام مادر رو من فکر میکنم که هیچی نباشه یک دیگه دیگر کوفته یگون چیز زمزمه میکنه. ما هم یگون من همین سرودار قریب که چند روز ما مشق کردیم همین رو زمزمه کرده خوراک پختن عموما. خوب تشکر. و از هنرمندان عموما از هنرمندانی که برای شما تاثیرگذار بودن، استادانی که شما را مثلا ترانه هایشان، کارشان، پیکارشان برای صنعت برد و دل شما را به این جاده گرم کرد، کیا بودن؟ من با استادان بزرگ کار کردم. اپای مستانه ایرگش و هنرمند خلق جمهوری تاجیکستان معلم دولت یارو حاضر در دانشگاه هنرهای زیبا درس میگویند. از اسباب دوتار به من خیلی کمک کردگی هستند، اسباب دوتار رو یاد دادگی هستند. اپای مستانه از طرف آوازخوانی من برای اون که یک وقتی دانشجوییم در انسامبل بانوان دوتاری هم همکاری میکردم. بله، از دوران دانشجویی همکاریتان شروع شد. بله، از دوره همین دانشجویی من هم میخوندیم و هم کار میکردیم. وقتی که فیلارمونی آمدم با استاد ظفر نازیم، اکای مرادبک نصیرالدینوف، استاد جورابک مرادوف، با هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان اپای حیاتای مومینова که در این انسامبل 22 سال رهبری کردن. در این انسامبل بانوان بسیار بودن. اکای چلاخان خالوف بسیار خیلی همراه من حاضر قابل جان، اکای خرسام خورد بودید ترانه‌ای کی رو میخوندید؟ من کی برای شما پسند مخلصی کی بودید؟ کدومی از هنرمندان؟ سرود بسیار بود. وقتی که در انسامبل که اون وقت ما بسیارتر من در نظر دارم اون دورانی که مثلا در مکتب میانه میخوندید و من در خانه بودید. در مکتب میانه برای پدر و مادرتان خواندن ما میدونید ای استاد اپای نگینه شد روان رهوپ و اپای مستانه ایرگش بسیار سرودها میخوندیم. از سرودهای اپای نگینه بسیار زمزمه میکردیم. وقتی که در فیلارمون هم به کار آمدیم از ایجادیات این صنعتکاران بزرگ خیلی ما بهره گرفتیم خواندیم. و محفل همه کرده در خانه اتان وقتی خورده؟ البته محفل خیلی بود. همین ما همون که در هر یک ساحه در هر یک دانشگاه تحصیل میکردیم روزهای شنبه یک شنبه به ناحیه به دیه میرفتیم و اون وقت پدر من که دوست می‌داشتن یک دمرچه هم داشتن. من دایره میکشم پدرم دمرچه همین خودی به خودی زمزمه میکردیم. یک محفل اویلوی بود. از همون وقت در دل من
سند جا گرفتگی است. آفرین، تشکر زیاد. باز چه ترانه آوردید و برنامه ما؟ خیلی که من گفتم که از اجودات اپای مستانه که میخوندیم امروز یک سرود از آهنگ‌های اپای مستانه ارگه شده به شعر آزاد امینزاده، شهری آزاد. سپیدی جز دلار شده ای. خب چون معلم مستانه ارگش و یک ترانه همین جونه داشتن که شهری عزیز دلبرم بود. خب تشکر زیاد، مرحمت بفرمایید. سپیدی جز دلار شده ای باسم و خورم و زیبا شده ای سپیدی جز دلار شده ای باسم و خورم و زیبا شده ای زب آرنده ای دل ها شده ای شهری آزاده ای من شهری دل داده ای من شهری آزاده ای من شهری دل داده ای منه. طرف دامانی تو گلریز است از نسیمی سحری گل بیز است هر طرف دامانی تو گلریز است از نسیمی سحری گل بیز است خنده لالی تو شادآمیز است شهری آزاده من شهری دل داده من شهری آزاده من شهری دل داده منه. رخی گل رنگی تو را دل بندم ریزه سنگی تو را دل بندم ساز و آهنگی تو را دل بندم شهری آزاده من شهری دل داده منه از تو این خاطری بالیده من لبو چاک و لبی خندیده من از تو این خاطری بالیده من لبو چاک و لبی خندیده من فیض بخشی به دل و دیده من شهری آزاده من شهری دل داده من شهری آزاده من شهری دل داده من شهری آزاده من شهری دل داده من. سپاس برای یک ترانه زیبای دیگر. بار دیگر من شما رو خوش آمدید میگم به برنامه فضا و من شما که بیشتر با رباب و دایره ترانه میخونید همینطور و بیشتر در میان مردم هم هستید. تا چه حد مردم برای شما الهام میدهند؟ تا چه حد بیشتر که با در میان خانم ها با ترانه های محبوب معروف هستید؟ سلامت باشید. البته که در مرکه ها در کنسرت ها بسیار خواهش میکنن بسیارتر در وصف سرود مادر. بله. البته همین 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به من یک برنامه کنسرت یک شب ایجادی در فیلارمونی دولتی تاجیکستان پیشکش مخلصان و بینندگان عزیز گردوندم که در این برنامه یک 3 سرود در وصف مادر بود و من بسیار هم خرسندم که هر وقتی که از تالار هم باشد مادران خواهش میکنم من بهت خرسند هستم. جای در یک مصاحبت هم گفته بودید که در یکی از همین گونه یک بزم ها یک نفر زن با دایره شما یک ترانه مادر خواند که همگی از آن لذت بردند و شما اون ترانه را برای خود ثبت کردید. البته همین یک سرودی در وصف مادر بود. این چگونه شده بود؟ یک سرود خلقی بود این. کجا بود؟ چرا در یک معرکه بود. این یک مادر پیرانسال خواندن. خب اون کس کمتر با لهجوی با وی خواندن و به حد من با این سرود وی اومد بعد من این را گرفتم تکمیل دادم این را بعد ثبت نمودم پیشکش. چی ترانه بود؟ میشود اگه اون پارچه‌اش را پیشنهادی بکنید؟ البته دلکم آبای
اوچم نایابی یادی اوچم کنم دیدم پرابی دلکم آبی اوچم نایابی یادی اوچم کنم دیدم پرابی شبک ما سحر کردم در کنجکی در از حال دلم خبر ندارد دادر مردم ها میگن اپا خوبه یا خواهره شکرانه همش جای اوچم دیگر. تشکر زیاد و واقعا مردم یک منبع خیلی غنی ترانه ها هستند و فکر میکنم در میان مردم ما عموما در میان خلق آنقدر ترانه های جذاب آنقدر ترانه های محبوب زیاد است که اگر آنها را جمع آوری کنیم بازخوانی کنیم تکمیل دیم فکر میکنم باز هم همین فوندی ترانه های ما باز هم بیشتر می شود باز هم غنی تر می شود و در ترانه های مردمی فلسفه های خیلی عجیب جای داده شده است. بله. همین گونه حالت بسیار می شود که شما همین شخصا من با همین یگون جو می رویم یگون معرکه یگون وایده باور کنید همین مادران یکی میگن که یکی میخونه یکی الهامشون میبیان از همون چیزهایی که قدیمتری میخونن در ثبت کرده میگیره که معقول میشد همین رو ثبت کرده میگیره. این جمع‌آوری فولکلور است برای یک خدمت است. بله بعد میبیم کارکرد میکنیم باز ثبت میکنیم از همون خلق میگیرید باز به همون خلق پیشکش میگردونید. و شما در همین سبک از همون روزی که به صحنه آمدید استوار بودید در همین سبک مردمی همین سبکی که خب نشد که مثلا در جوانی که هنرمندانی محبوب خیلی زیاد بودن با سبک‌های مختلف می‌خوندن حتی استراد می‌خوندن خب چرا اینقدر دوست داشتید که در سبک یعنی مردمی سبک خلقی خودمون ترانه بخونید؟ من از اول همون صورت‌های خلقی مردمی رو دوست می‌داشتم و وقتی که در دانشگاه هنرهای زیبا هم داخل شدم صورت‌های خلقی می‌خوندم در انسامبل بانوان چمن هم اومدم خلقی می‌خوندم. خلقی میدونی فرقه جون برای چی؟ همون خلق میگیره باز به خلق تقدیم میکنه چیزهای همین خلقی باز دلی مردم در تیزتر میشینن. من خوزی خب باز بسیارتر صورتها از آهنگسازایی که من حرفه‌ای هستن البته از اینهای من خوانده استادم پیشکش مخلص گردانده استادم. خب تشکر زیاد خسته نباشید و چی نقشه های ایجادی دارید؟ باز هم کنسرت در نقشه هست؟ البته که ما هنرمندان ما همین بانوها ما مادران هیچگاه قرار نمیشینیم همه وقت یک برنامه کنسرتی یک سرودی نو میخوایم که نو بنا پیشکش مخلص گردانده باشیم. من شب ایجادی که یک سال هم نشده است در 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان پیشکش مخلصانی خود گرداندم و من باز در روز عید جوانان روز جوانان یک برنامه کنسرتی در شهر ترسونزاده همراه راهبر انسامبلمون اکای نجم‌الدین قلندرов پیشکش شهروندان شهر ترسونزاده تمام جوانان شهر ترسونزاده پیشکش کردیم. تشکر زیاد. من سپاسگزارم از هر یکی شما از آنهایی که امروز در برنامه فضا اشتراک کردن و واقعا هر یکی شما مهمانان خاصه برنامه ما بودید مطربان و شما پینروبی خوش آمدید بار دیگر به برنامه فضا. در انتها چی ترانه پیشنهاد خواهید کرد؟ ترانه‌ای که نو ایجاد کردیم همراه اکای نجم‌الدین این یک ترانه شب میروم به سویت. آهنگی انمی انسامبل گویی میشه همه کسا کار کردیم اینو تکرار کردیم. از انسامبل چمن مهمان داشتیم و میگفتند که ما دسته جمعی آهنگ ایجاد میکنیم. این گناه میشه؟ البته که فرقه جان یک چیز یگون سروده که در دل جو میگیرن میخوای زمزمه کنی میخوای که با اون آهنگ بندی و وقتی که شعر رو انتخاب میکنی شعر معقول میباید و من میبرم باز همین انسامبل کتی من مین دادرکا خارکا کتی همراه راهبر انسامبل کار کرد میکنیم بعد خیلی سروده باز کار میکنیم توزیع میکنیم باز ثبت میکنیم پیشکش مخلصان میگردونیم. امروز همین سرودمون دست جمعی گوییم خطا نمیکنیم همه ما این رو البته کار کرده پیشکش بینندگان تلویزیون سفینه میگردونیم. تشکر زیاد. و دوستان عزیز به انتهای برنامه امروزی فضا رسیدیم. یادآور میشم که مهمان برنامه ما بودن نوربیبی جورایی و
آوازخوان محبوبی انسمبل چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستانی به نام اکاشریف جورایف و همینجا به انتهای برنامه فضا رسیدیم و در انتها یک ترانه محبوب پیشنهادی ما و شما میگردد و تا برنامه دیگر با شما خیر میگویم. در گرد شمی رویش پروانه ها نباشد در گرد شمی رویش پروانه ها نباشد امشب شبی بهاره مهتاب و سبز زاره امشب شبی بهاره مهتاب و سبز زاره ما و تو در کناره آنجا صدا نباشد ما و تو در کناره آنجا صدا نباشد شب میروم به کویش یارم که خانه باشد در گرد شمی رویش پروانه ها نباشد در گرد شمی رویش پروانه ها نباشد چون آه و باه و صحرا از من تو راست تنها چون آه و باه و صحرا از من تو راست تنها با بنده ستم ها راهی خطا نباشد با بنده ستم ها راهی خطا نباشد شب میروم به کویش یارم که خانه باشد شب میروم به کویش یارم که خانه باشد در گرد شمی رویش پروانه ها نباشد در گرد شمی رویش پروانه ها نباشد در گرد شمی رویش پروانه